عبدالرحمن علمشوزاده معاون اول وزیر کورهای داخلی تاجیکستان روز 8 آگوست سال 2024 در نشست خبری این وزارت گفت در نیمه اول سال 2024 در جمهوری 3 عمل تروریستی و 2 حالت سوء قصد به تروریسم آشکار کرده شده است. ژنرال علمشوزاده بدون آوردن جزئیات گفت این عملهای تروریستی در ولایت مختار کوهستان بدخشان، ولایت ختلان و ناحیه‌های تابع مرکز پیشگیری کرده شدند. علمشوزاده همچنین خبر داد که در نیمه اول سال در جمهوری 95 حالت مبلغ گذاری به تروریسم و اکستریمیسم نیز ثبت شده، 43 حالت آن آشکار و 39 نفر دستگیر گردیدند. مبلغ عمومی مبلغ گذاری ها به تروریسم 500,000 سومونی را تشکیل داده است. معاون اول وزیر کورهای داخلی تاجیکستان در نشست خبریش تصدیق کرد که 27 ساکن جماعت یزگولام نویه ونج با اتهام عضویت در سازمان ممنوع انصارالله دستگیر شده، 4 نفر دیگر در خارج کشور قرار دارند. انصارالله یک گروه تندرو مذهبی است که در افغانستان اساس یافته است و اکثر اعضایش زادگان تاجیکستان می باشند. ماه سال جاری درباره بازداشت 10 ساکن ژمک و اندربک جماعت یزگولام خبرها به دست رسیده بود. گفته می شد که قسمی آنها را از روسیه آوردند. به گفته ساکنان زادگان یزگولام در پی افغانستان به این طرف گذشتن چندین خویشاوندشان و میمانداری کردن این میمانها از آن سوی مرز بازداشت کرده شدند. علمشوزاده در نشست خبریش گفت فرضیه از افغانستان به این طرف گذشتن میمانان و در دره یزگولام پناه یافتن آنها فرضیه است که هنوز در حال آموزش قرار دارد. در عموم بنا به آمار آورده علمشوزاده در دوام 6 ماه اول سال جاری از جانب وزارت کورهای داخلی 1381 نفر که برای جنایت‌های گوناگون در جستجو قرار داشتند دستگیر کرده شدند. علمشوزاده گفت از جمله در نیمه اول سال جاری توسط اینترپل در کشورهای خارجی 44 نفری که تحت جستجو قرار داشتند دستگیر و 22 نفر آنها لکه به تاجیکستان استرداد کرده شدند و پرونده های 22 نفر دیگر در مرحله بررسی قرار دارند. در نیمه اول سال در حدود جمهوری 226 نفر با اتهام عضویت در سازمان‌های تروریستی و افراطی دستگیر کرده شدند. 220 نفر دیگر در نتیجه کارهای فرماندهی اختیاراً از خارج به وطن برگشتند و مورد عفو قرار گرفتند. علمشوزاده گفت در عموم در سالهای آخر 1589 شهروند تاجیکستان که عضو سازمان‌های ممنوع بودند و یا به دام فریب سازمان‌های تروریستی افتاده به کشورهای جنگ زده رفته بودند به وطن برگردانیده شدند. علمشوزاده یادآور شد که بر اساس ماده 307 و 401 کودکس جنایتی تاجیکستان اعضای سازمان‌های افراطی و اشتراکچیان مناقشه مسلحانه در کشورهای خارجی اگر در اعمالشان ترکیب جنایت‌های دیگر دیده نشود در صورت صدقاً پشیمان شدن و اختیاراً به وطن برگشتنشان مورد عفو قرار گرفته از جوابگری جنایتی آزاد کرده می شوند. معاون اول وزیر کورهای داخلی در نشست خبریش از اهل مطبوعات خواست که این پیشنهاد عفو را در رسانه‌های خود تبلیغ کنند تا که شهروندان از آن خبر یافته بدون یگان ترس و هراس به وطن برگردند و مورد عفو قرار گرفته به حیات آسایشته برگردند.